سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدید. امروز یه کته درست کردیم، عطر و بوی برنج ایرانی و کته تا کجا رفته. هر کی از راه میرسه میگه امروز چه خبره اینجا. یه بوی محشر، واقعا حیفه که برنجا رو آبکش کنیم، بهتره که سعی کنیم کته استفاده کنیم. یه کته که تمام نکته هاشو رعایت بکنید و یه کته کاملا دون و عالی و مرواریدی داشته باشید. همراه من باشید، این ویدیو رو تا آخر ببینید. اصلا فکرش هم نمی‌کنین که درست کردن کته این همه نکته داشته باشه. برای اینکه یک کته خوب و مجلسی بتونین درست بکنین، چیزی که اول از همه اهمیت خیلی بالایی داره کیفیت برنجتونه. این خیلی خیلی مهمه که شما از یه برنجی استفاده کنین که کیفیتش بالا باشه، برنج اصل گیلان باشه و برنج تازه نباشه. همیشه برنج کهنه و برنج پارساله خیلی بهتره برای پخت و احتمال وارفتن و خورد شدنش کمتره. من الان از همین برنجی که بهتون گفتم دارم استفاده میکنم. برای کته خیلی ها نظرشون اینه که باید برنج رو از قبل پیمونه کنیم، پاک کنیم و بشوریم و بخیسونیم. اما با این روشی که من میخوام بهتون یاد بدم اصلا لازم به خیسوندن برنج نیست و شاید الان متعجب بشید و باور نکنید، ولی نتیجه کارو که ببینین قطعا تشویق میشین که برین زود این مدل کته رو درست بکنین. من برنجی رو که لازم دارم داخل قابلمه میریزم و بعد از اینکه برنج رو داخل قابلمه ریختم باید برنج رو بشورم. پس قرار اول ما چی شد؟ از برنج پارساله استفاده بکنید و بهتره که برنج نو استفاده نشه. نکته مهم بعدی که خیلی تو کیفیت کته تاثیر داره انتخاب قابلمه‌ای با سایز مناسب به نسبت برنجه. شما باید قابلمه‌ای رو انتخاب بکنید که وقتی برنج خشک رو داخلش میریزید 1/3 قابلمه‌تون حجم برنج باشه و 2/3 قابلمه خالی باشه. همونطور که میبینین الان توی این قابلمه من تقریبا 1/3 برنجه و 2/3 خالی جا برای حالا خیس خوردن، پف کردن و ری کردن برنج هست. قابلمه رو میذارم اینجا و حالا باید برنج رو بشوریم. برنج رو وقتی که با آب خیس کردیم بلا فاصله باید شستشوی برنج تموم بشه و بره کنار. یعنی اگر زمان شستن برنج رو طولانی کنید، با آب خیسش بکنید، حالا چند دقیقه بگذره برید سراغ یه کار دیگه برگردید دوباره بخواید ادامه بدید، این برنج خورد میشه و همیشه این یادتون باشه که برنج بیشتر توی شستن آسیب میبینه تا توی پختن. پس توی شستن برنج باید خیلی دقت بکنید. آبی که با اون آب میخوایم برنج رو بشوریم باید دقت داشته باشید دماش 1 دست باشه. یعنی اگر با آب سرد برنج رو میشورید هیچ اشکالی نداره، ولی از اول تا آخر شستن برنج با همون آب سرد. اگر با آب ولرم همینطور و حتی اگر با آب داغم میخوایم برنج رو بشورین از اول تا آخر باید با همون دما باشه. اینکه وسط شستن برنج هی آب رو سرد میکنین، گرم میکنین، ولرم میکنین، این تغییر دمای آب باعث ترک خوردن برنج میشه و ممکنه باعث خورد شدن برنجتون بشه. آب رو باز میکنم و شروع میکنم به شستن. ببینید با دقت و به آرومی من فقط دستم رو میبرم زیر برنج و میارم بالا. اصلا این حالت چنگ زدن و یا توی مشت برنج و اینطوری کردن کاملا اشتباهه. پس اصلا به برنج هیچ فشاری ایجاد نمی کنید، فقط دستتون رو میبرید زیر برنج میارین بالا و رهاش میکنید. به این صورت باید این کار رو تکرار بکنیم تا جایی که کاملا آبی که روی برنج هست زلال بشه. ببینید من اصلا دست به آب نمیزنم، تغییر دمای آب رو اصلا ندارم. به همین حالت کاملا چند بار این کار رو میکنید. بسته به نوع برنجتون که چقدر لعاب داشته باشه ممکنه یه برنجی رو شما با 4 بار شستشو آبش زلال و صاف بشه، ممکنه یه برنجی رو لازم باشه 6 بار 8 بار هم آبش رو خالی بکنید تا به اون حالت آب زلال بدون لعاب برسیم. لازم نیست البته آب دیگه کاملا زلال بشه، چون شما هرچی هم که بشورید بازم در نهایت
یه مقدار کدری توی آب وجود داره. خب الان دیگه من آبو خالی میکنم و این شد برنج شسته شدمون. حالا به میزان کافی و به میزان لازم باید آب بریزیم روی برنج و آمادش کنیم برای پخت. خب برنج که آبش زلال شد دیگه، آخرین سری هم که شستم و آبشو خالی کردم، حالا باید برنج رو بخیسونیم. معمولا حتما شما شنیدین و گفته شده که برنج باید حدود 4-5 ساعت توی آب خیس بخوره، خیسونده بشه تا مغز برنج نرم بشه و پخت خوبی به ما بده. حالا من میخوام یه مدل پخت بهتون بگم که مدل خیلی سریعه برای کسانی که شاغلن، دانشجوان و میرسن خونه، بلافاصله باید برنجشون رو آماده کنن و فرصت اینو ندارن که از 5 ساعت قبل بخوام برنج رو بخیسونن. وقتی که برنج رو شستیم با آب در حال جوش برنج رو میخیسونیم. ببینین من بهش آب جوش رو اضافه میکنم. به تعداد پیمونه های برنجمون من پیمونه آب جوش میریزم روی برنج. البته اندازه آبی که روی برنج ریخته میشه با توجه به نوع برنج خیلی میتونه متفاوت باشه. یعنی یه برنجی خیلی دیر باز میشه، دیر نرم میشه، لازمه که ما آب بیشتری بریزیم، و یه برنجی یه مقدار زود شل میشه، ممکنه زود وا بره و اون برنج رو باید آب کمتر بریزیم. پس با توجه به نوع برنج مصرفیتون اندازه آب رو باید خودتون تعیین بکنید. یه مقدار نمک هم به برنج کتمون اضافه میکنیم. حالا بستگی به خودتون داره که دوست دارین چقدر نمک بریزید. یک کمی روغن یا یک کمی کره. من روغنش رو به نسبت سعی میکنم کمتر بریزم. و حالا درش رو میذاریم. این برنج رو فقط 10 دقیقه میذاریم تو همین آب جوش خیس بمونه و بعد از 10 دقیقه حرارت رو روشن میکنیم و میذاریم بپزه. خب بعد از 10 دقیقه قابلمه برنج رو میذارم روی گاز. درش رو حتما نیملا بذارین، چون لحظه ای که جوش میاد کتتون سر میره و گازتون رو کثیف میکنه، قابلمه‌تون رو همینطور. درش رو نیملا میذاریم و منتظر میمونیم تا جوش بیاد. احتیاج به هم زدن هم نداره. زمانی که جوش اومد یک بار همش میزنیم. چیزی که خیلی مهمه، دما باید متوسط بالا باشه، یعنی نه خیلی زیاد نه متوسط رو به بالا باشه تا زمانی که جوش بیاد. در مورد دمکنی گذاشتنم من خودم به شخصه برای قابلمه‌های کوچیک 100% مخالفم. حالا بحث آشپزی و برنج پختن رستورانی و اینها یه چیز متفاوته و من هرگز دمکنی نمیذارم. اما گاهی اوقات اگر خیلی حساسیت دارین روی این موضوع که یه موقع بخار غذاتون چیکه نکنه و اطراف قابلمه برنجای اطراف رو خمیر نکنه، میتونید یه کاغذ روغنی رو در حقیقت تو دستتون مچاله کنید و بذارید روی برنجتون. بعد درش رو بذارید. اون کاغذ روغنی تمام رطوبت رو میگیره و نمیذاره که اون بخار و اون رطوبت برگرده داخل برنجتون. این هم خیلی بهداشتی تره و هم خیلی قابل قبول تر. اما برای قابلمه های کوچیک این مدلی اصلا هیچ کدومش نیازی نیست. خب کتمون آماده شد. بیایم ببینیم که چطوری شده. ببینین این یه برنج کته عالیه به نظر من، اصلا به هم نچسبیده و حالت خمیر نشده. یک کمشو میریزم اینجا که با زعفرون مخلوطش کنم. ببینین برای کشیدن برنجاتونم داخل ظرف از یک کفگیری استفاده کنین که لبش نازک باشه. کفگیرهایی که ضخیم هستن خودشون برنج رو له میکنن و آروم آروم به این صورت از روش بردارید. من یک کمی زعفرون روی برنجم میریزم، اینو هم بزنم. اصلا عطر برنج ایرانی و زعفرون و اگه کته هم پخته شده باشه این برنج ایرانی که دیگه واقعا بی‌نظیر میشه. خب این آماده است. برنجم هم میکشم داخل ظرف و زعفرونم میریزم روش و دیگه آماده است که سرو بشه. امیدوارم که آموزش امروز رو دوست داشته باشین، خیلی براتون مفید باشه. میدونم که مطمئناً هست، چون کته جزو غذاها یا چیزهایی هستش که ما
به صورت روزانه و دائم احتیاج داریم که بلد باشیم خوب درست کنیم، چه برای وقتی که مهمون داریم چه برای مواقعی که خودمون هستیم. در صورت کته واقعاً مصرفش خیلی بالاست و پیشنهاد من اینه که همیشه برنجاتون رو به صورت کته بپزید که ویتامین هاش داخلش حفظ بشه و هدر نره. برنج آبکش رو میتونید بذارید فقط برای مجالس و مهمونی های خیلی رسمی. خب ببینید من زعفرونم روش میریزم. امیدوارم دوست داشته باشید. مرسی که همراه هم بودید. سعی کردم همه نکته های یک کته مجلسی خوب رو بهتون بگم.